سلام، خیلی خوش اومد بچه‌ها به یه ویدیو زیبای دیگه از بنده. طبق ویدیوهای اخیری که میبینید یکیش آنباکسینگ بود، یکیش خورد و خوراک فلافلی. امروز اومدم یه سورپرایزی بهتون بکنم. اون پسره بود رو برون نشسته بود داشت فلافل میخورد، ویدیو میگرفت ازم. حالا اینا درود فراوان بر شما. حالا اومده اینجا. آقا یه چیزی بذار رو راست بهشون بگم. این آقایی که میبینید بچه کیشه؟ از جنوبی ترین نقطه کره زمین. یه دستتو باز کن، من وسط شکم. هم شکم هم سایز منه قشنگ این آقا. چند کیلویی؟ 117. من 120 ام. اختلافی نداره. 3 کیلو چیزی. حاجی آخه جالبش میدونید چیه بچه‌ها؟ برگشت به من یه چیزی گفت من گشنمه، مهمون تهرانم هستم، چیزی هم نخوردم از صبح تا حالا. و کل صحبت من با این آقا سر این بود که من اگر بیام میام دنبالت تا میریم بیرون. من دیدم یه گشنمه. گفتم به حساب خودت، هر چی می‌خوای بخوری بریم بخوریم. 20 سیخ جیگر خوردیم. الانم اومدیم یه جای خیلی نازنین داخل شهر تهران. ساندویچ بمب مهران. چرا هم قافیه؟ بیا خود توضیح بده چیکار می‌خوای بکنی. والا دید چین آقا یه صحبتایی کرد، گفته شما که 20 سیخ جیگر رو خوردی نمیتونی الان یه بمب افکن مهران رو بخوری. میخوایم ببینیم میتونیم یا نمیتونیم. میتونیم چیزی نیست. نمیدونم غمو تو چشام داری میبینی یا نه، ولی یه پیتزا بمب افکن مهران سفارش داده همین الان. دوستانی که اومدن اسم مشخصات رو بپوشون. آره مشخصات کجا داره؟ نداره. میخوام دستو ورد. این خدمت شما. این منو نوشابه خانواده مشی گرفته واسه خودش با یه دونه بمب افکن مهران. پرداخت مهران. کف شهرآرای تهران، ساندویچ بمب مهران. گاوی دوست عزیز. گاو میخوریم. گشنمونه داداش. چیزی یا خاصی نیست. نمیدونم چقدر داره تعجب میکنه. واقعا تعجب نداره. بابا نمیشه خورد اونو. نمیشه خورد عزیز من. نمیتونی، ما میخوریم. شما نمیتونی بخوری، ما میتونم بخورم. میخوام در تاریکی فرو برم بگم ماشین بتموبیل من نبودم. بابا مرد حسابی، من 33 سالمه، نمیتونم انقدر بخورم. شعبه حاج علی اومدیم تو شهرآرا. قبلا اون شعبهشون اون پایین اونجا بود، میبینید تو چیز تصویر. الان بغل بانک سپاه اون وسط. الان اومده اینجا. امیدوارم کیفیت ویدیوم به همین کیفیت که دارم فیلم برداری میکنم به خدمت شما برسه. من اولترا 60K دارم میگیرم، 60 فریم میگیرم. ببخشید. امیدوارم آقا 60K همچین چیزی هنوز نیومده. 60K من میگیرم. اگرم ناراحتید ان شاءالله حمایت کنید. من میخوام یه دونه سونی زد ویتم بخرم، ویدیو بگیرم باهاش. این آقا قراره پارشه. بوق نمیزنه آقا، گشنمونه. میزنه 15 دقیقه طول میکشه. گشنمه آقا بعد تازه جالبش اینه که من اینجا نمیشینم، گرمه. بریم یه جا پارک بشینیم خنک باشه، من بخورم همه رو. هر کی نخوره آقا. هر کی نخوره. من دست به اون پیتزا نمیزنم. نزن آقا، نه. میخوام بخوای بشینم دستم بزنی نمیذارم دست بزنی. میخوام بشینم ببینم چه جوری میخوری اون همه رو. میخوره دیگه حتما. به بچهای بمب مهران گفتن جایزه میذارید این بخوره. گفت داداش این شیکم نداریم بابا، شیکم نداریم. حالا اینا قراره کات بشه خدا رو اینا یه دیگه رو به ما میگه. یا اگه قرار باشه خودم ادیت کنم که نمیذارم، اگه بذارم امارم بذاره نمیگم بذاره یه دیگه رو من میذارم بذاره. ببینم امارات منو گوش بده. میرم بالا سرش. این ویدیو بعد از اینکه امار خف شد دستش برسه. خسته نباشید ازتون واقعا. ممنونم. حاضر شه دیگه. نه دیگه حاضر نشده، هنوز بوق نزده ما. بریم واقعا تا حاضر شه. آقا بریم ببینیم چیکار میکنین آقای قول. بعد یه دقیقه وایسا. نده بالا دیگه، پاشنه بلند پوشیده انگار. از منم یه ذره قدش واسه 2 متر شدی. 1.98 شدی. آره چندی تو؟ من 1.93. خب نه دیگه 1.97. 8. اختلاف نداریم. غلط کرده. بریم ببینیم چیکار میکنه. من بندری خوردم مثلا. خوب بندری تو پلو. اینجا تو منوی 2 الی 4 نفره دیگه. احتمالاً یه ساندویچ گنداست که تقسیم بر 2 آخه شده. مشکل اینجاست که من بندری خوردم مثلا 6 نونه، 6 تا نون. باز گاز میزدی ازش مخلفات میریخت. اینقدر هم ساندویچ بود در اینقدر.
آره این تو هم مایه است ولی سرتاش هم آوردن با فویل. نه اون گاز میزدیم میریخت. نه این نمیریزه. این میریخت بلند. این خودش ریخته. بعد الان واقعا مثلا حاجی نوشته 2 نفره. خب مثلا هات رویال 2 نفرش. نه هات رو 2 نفره من میخورم به شخصه. اون دیگه چیز الانم میخورم یعنی بعد از اون 20 سیخه اینا رو میخورم. واقعا چیزی نی. نه دیگه. واقعا چیزی نیست. ولی خب ببین الان داستانش اینه که اون پیتزا قولافکنه هیچی روش نداره فقط پیتزا ها. شما واسه چی گرفتی؟ آره دیگه. بعد فصلی هم نیست یه تیکه است. پیتزا مخصوص گنده‌ست. چهار. الان مثلا اون اول ساندویچ ترکیب مهران چیه؟ همون ساندویچ تو افغان قدیم مثلا هات داگ و فیله و نمیدونم برگر و فلان همه چی توش بود. آره دقیقاً همونه. مبلغ زیاده وگرنه من اون اختلافی نداره با قولافکنه. تانکویچ مهران به نظر چیه؟ کدوم گوش؟ یعنی رضوانی میاد اینجا تانک بهمون بده. بخواد نمیشه 2 تا 4 نفری بعد اسمش تانکه. احتمالا اینا مثلا قول مرحله آخرش بوینگ 747 شاید مثلا تانکشون باشه احتمالاً شاید. بعد این سیب زمینی پیش چی نداره بگم دوباره من چون الان داشت به من میگفت نه بشین کجا بری بگیری سیب زمینی که داشت بگیری درد میگیری نه ول کن. مطمئنی؟ آره مطمئن نیستی؟ چرا؟ واقعا بگیریم یه سیب زمینی قارچی. حاجی فکر کن ما الان رفتیم اونجا صحبت کردیم خب بذارین خانم آقا رد شد. ببین یه این آقا که می‌بینید این وسط وایساده خب شعبه است. با بهش گفتم یه چی بده اینو سیر کنه این چپ چپ نگام کرد. رفتم تو مغازه بعد دیدم جلوم 3-4 نفر وایسادن. هی داشت میگفت مثلا کدوم اینا بزرگ و فلانه. گفتم ببین بذار الان به خودش میگم یه چی بده اینو سیر کنه فقط. به خدا بنده خدا خودش تعجب کرد. دیده اون بالاست اگه ببینید این وسط صفحه دیدم برگرد. چرا دیگه نه وسط مرگه واسه خیلی بد. ببین این کارتونه پیتزا بوده میگه اینا کوچیکه. توقع بزرگتر داشتم چون بزرگتر از اینو دیدم. توقع بزرگتر داشتم ولی بزرگتری که دیدم 4 فصل بود مثلا. به نظرتون قیافه من اندازه کافی پوکر هست یا بیشتر پوکرش کنم؟ تعجب میکنیم واقعا تعجب میکنیم. آخه مگه اورانگوتانی؟ آقا چه ربطی داره؟ غذاست گشنه باشی. البته خب نه بازم حق نمیدم حاجی هر کاری کنه من حق نمیدم. می‌خواستم بگم البته هر چی حساب کنم من ناهار صبح رو نخوردم برای شام طبیعیه این مسئله ولی 5 صبح حلیم خوردیم صبحونه ساعت 2:30 بود آش شولا قرمکار 40 دوستان 40 دیگه 23 تیر ماه 23 مرداد 23 مردادیم 40 بعد 26 مرداد تولد اصلا نمیتونم بیام 24 هم تولد چیز دیگه نه این نمیتونم بیام آره اوضاع بیریخته بچه بله خب دوستان بعد نظری برامون چیز آوردن آش شولا قلمکار آوردن اونا خوردیم با حلیم دوتاشو با هم یعنی خوردیم ساعت آقا من هر جا دارم حساب میکنم همینجا بلند شم داد بزنم شرط بندی پیتزا قول میخوره درآمدم بیشتره باشه با یکی ببر با این آقا ببر مثلا داداش میبندیم میخورم اونو مثلا فکر نکنم اگه با حساب مغازه اینجا ببندیم تک نمیشه تا 6 و 8 خب من تک بخورم الان بعد مجانی برام حساب یا 50 درصد آف 50 درصد پولم باید برگرده مثلا 500 تومانش باید برگرده. نظرته بریم حساب مغازه بگیم پیشنهادتو؟ فکر کنم دنبالمون میکنن پیتزا هم بهمون میدن دیگه پولمون باخت میشه همیشه داستان میکنیم آقا داستان نمیکنیم میشینیم سر جامون تا این بوق بزنه بریم بگیریم. آقا خیلی وضعیت فجیعه واقعا من خودم تعجب کردم بیا خورده با اینو صحبت کن تو. آخه بعد نگاه کن آجی این بالا رو دوستان بذار من یه دقیقه این بالا اینو نوشته چی نوشته پاتوق شکم. آره نوشته شکم‌های تهران پاتوق شکم‌ها. خب ما شکم‌ها به حساب نمیایم ولی گشنم داداش تهران ننوشته کیشوند که حالا ما 2.5 تن وزنش اومده جنوبی ترین نقطه ایران پاشو نه دیگه بعدش ما 2 تا جزیره هم هست اونا نظامیه خب بازم واسه ایران نظامیه واسه ایران نیست آدم نمیتونه داشت فقط باید کلانتری چیزی باشه اونجا زندگی خب مگه مراتب آدم عادی نمیتونه باشه مگه جزو خاک ایران نیست هست با جنوبی ترین نقطه ایران دیگه آقا جنوبی ترین نقطه ایران زمانی به حساب میاد که بتونی یه شهروند ساده‌ای مثل بنده شما تو زندگی کنه. من میتونم تو میدونی تو نمیدونی چرا ولی من میتونم. من میدونم گفتی قبلا گفتی بله من نظامی نیستم من ارمنی ام دوستان عزیز ارجمند من ارمنی هستم مسیحی ام بعد نگاه میکنم بازم نمیشه
یه دونه کمه. یه قارچ سیب زمینی چیزی کنارش بگیم حتی خوش و خالی پایین نمیره. این نمیدونم صداشو میشنوید واضح یا نداره، در مورد قارچ سیب زمینی صحبت میکنه الان. خدای یه قارچ سیب زمینی آقا. این مزرعه سیب زمینی چه ببین تو یه جوری داری تعریف میکنی، حساب مغازه رو ما چپ چپ نگاه میکنه الان. مزرعه سیب زمینی چه خیلی دوست بگیم. مزرعه سیب زمینی وسط زمین زراعتیه داداش. اینو کف شمال سیب زمینی. یه دقیقه داشته باش. داداش خودش احمد یارو داماد بود با پدر خانومش. اومده باشه اونجا گفتم آقا یه چیزی بدین سیر کنه. یارو داماده برگشت گفت میخوای منو بخوری؟ نمیدونم رندوم گفت میخوای منو بخوری؟ حاجی میگم نظرت چیه چالش واسه این قوله بیابونی بذاری؟ آخه میخوام بذارم جوابگو نمیشم اینجا. من میترسم الان یه دونه واسه این بذاریم همینجا ما رو بخوره. این مشکل داره، قوله مشکل داره، واقعا قوله این مشکل داره. من پزشکی ایراد داره اصلا. من خودم اون سری نصفشو خوردم. خب تو ورزشکاری بعد که ساندویچم خورده بودم، ولی باز این الان داره 20 سیخ جیگر خورده ای. نصف منطقه دوستان، ولی این که همه رو بخوره منطقه این مریضه، ولی این سالم ورزشکار. چالش بذاریم اگه تونست همشو بخوره. نه یه دونه بذاریم انحصاری واسه این. نه بذار دوستان همینجا همتون رو میبوسم. این یه خورده مشکل داره، این سالم ورزشکاره. اینو بیمارستان من میبرم. همتون رو میبینم. آقا بیمارستانی پس دوستان. بعد از تو کف بیمارستان. بیا بریم من یه دقیقه. خب دوستان عزیز ارجمند، همینجا میبینید که این آقای قول بیابونی با یه پیتزا، این کف دست منه دوستان که منو میشناسن. 1 2 3 4 کف داداش، این 4 وجب عرض ساندویچه فقط. چیز خاصی نی واقعا. آجی نمیدونم چرا اینقدر گندش کرده. هم کارتونش کوچیکه، هم پیتزاش کوچیکه. دوستان عزیز نوشابه خانواده در مقابل این پیتزا. آقا این کف دستیه. اینقدر. ببین کف دست من میشه 2 4 6 تا تیکش دقیقاً میشه. یه دست من. یه تفاوتی نداره آجی. کوچیکه. کوچیکه این الان. این کوچیکه. اینا اضافه است. من اینا رو بعد وردارم. خوردن نیستش. آره اینا رو نمیتونی بخوری. ببین. بله. اینو منو بگی. الان من یه پیتزا رو بخورم. خب. یعنی کارشو ما حساب کردیم دیگه. شما حساب کردید. این پیتزا رو اگه من بخوردم، خب. یه شب دیگه میایم. خب. 2 تا از این پیتزا خب. به مهمون شما. اگر این کامل تونستم بخورم، اگر نتونستم بخورم، چی دوست داری؟ من نمیدونم چی دوست داری. بغیر از دوربین. سونی زد ویتن. بغیر از دوربین گرفت. سونی زد ویتن. دوربین تو گرفت. میدونی همین الان بتونی بکنی نتونی همشو بخوری؟ چیکار؟ یه تیکشو من بخورم تو دیگه نمیتونی همشو بخوری. چون یه تیکشو من خوردم. سونی زد ویتن میخوام. نظرت چیه این قرار فرار کن منو بردار. خیمه بزنم رو پیتزا. آقا بریم استارتشو بزنیم. بفهم. چیز خاصی هم نداره ولی شطرنجی میکنه خودت. شطرنجی میکنم دوستان فکر کنید چه اتفاقی افتاده. شطرنجی من گفتم نمیتونی همشو بخوری. هر کی نخوره چیز خاصی نی واقعا. میشه فیل شد دوستان. خب کنسل. آره اگه تو من میباختم چی میشد؟ چی میگی 2 تا پیتزا می‌خواستی از من؟ اگه من میبردم 2 تا پیتزا دیگه بعد برام. اگه من میبردم چی میشد؟ اگه شما میبردی گفتیم دوربین دیگه نبستیم شما چی میخوای. نه چه ارزون ازت میگیرم. چی میخوای؟ بروکن ارو واسم بخر. $30. خودم سیافتی میخوام نمیخرم بروکن. خب بیا اونو که دیل کردیم با هم صبح. گفتم آقا سیافتی بذار من دارم رو اکانتم شیر میکنم تو بازی کن.
برو کنار رو بخر رو اکانت من، باز اونم تو میتونی بازی کنی. یه شیر فامیلی هم ده. ماشاءالله چقدرش هم مونده آجی. یه 3 تا لاینش بود، 3 تا لاینش رفته. آره 3 تا اینجا 1 2 3 نیست، این 1 2 3 هست. 6 تایی بوده دیگه. آره 3 تاش رفت، دقیقاً نصفش رفت. این دو تا رو هم بخوریم میشه نصفش. الان این دوتا رو میزنم به جای اون دو تا گوشه دیگه نصف. دلیلت چی بوده که نتونستی بخوری؟ گفتی چی؟ دیگه من اگه بخوام همت کنم و بخورم اینقدر دیگه شو راحت میخورم. چقدر دیگه شو؟ راحت این حجم دیگه شو میخوام. اینقدر اضافه. تو ولی میدونم که الان ساعت چنده؟ ساعت نشون بدیم. ساعت 11 و 32 دقیقه شبه. خب و الان اگه من بخوام اون حجم بخوام تا صبح خوابم نمیبره. من نیاز به خواب دارم، استراحت. 5 صبح. دلیل نمیشه. آها این نکته هم راستی اشاره کنم که الان ساعت 11 و 22 دقیقه بود. 5 صبح ما قراره کله پزی دادیم با سر بچه‌ها. بله. خب اگه اینو بخوام دیگه کله پزی رو نمیتونم بخورم. پس بعد انتخاب کنم یا پیتزای کله پزی. بله. خب آقا هم حالا اگه آقای عدل تکجان عزیز همت کردن و با ما اومدن، بله ما رو همراهی کردن، کله پزی هم میبریم یه ولاگ هم اونجا میگیریم ان شاء الله. اگه حسین تنگ شد فردا جمعه است. آره دیگه ان شاء الله ببینیم چی میشه. 5 صبح جمعه یا آدرس دارم یا آدرس داری دیگه. داره. بچه آدرسشون خیلی جای قشنگه نمیگم. خب آره خیلی دور مسافرش تو گوشی من، ببخشید عذر میخوام. خب بچه‌ها این میشه نفر شد، این آقا نتونست بخور. هر کی نخوره چیزا خاصی نی واقعا دیگه این گوهکاری خودشه. من یه بروکن رو به $30 $29 و 99 سنت. آره بگیر دیگه. چالش باختیم دیگه و هر چی باختیم یه باختر نمیشه کارش کرد دیگه. آره. باختیم بعد بدیم دیگه. حالا ان شاء الله چالش بعدی من گشنه میبرم، یه دونه اینا رو میتونه بخوره. قشنگ اندازه 30 تا سیخ 20 تا سیخی که خوردی اینجا جا هست هنوز. این 20 تا سیخ اگه جگر بود راحت‌تر میرفت. آره اون دنبه مثلا واسه آره چرش. آره. این خیلی خوش. آقا خب خوبه، خسته نباشید شما. ببخشید دیگه ما تا این وقت مزاحم شده. این آقا نتونست اینا رو بخوره و هیچ اشکالی هم نداره. دوربین و نمیدونم کیفیت نور پردازه نظر مشکل داره. آره قرار این آقا سونی زد ویتن واسه هم بخره که گفتیم برو کنار رو بخره. ما که داریم فیلم برداری می‌کنیم برای خوردنش و اینا تو پارکیم. کف پارکیم الان. بچه‌ها الان ما با برج آزادی فکر می‌کنم یه چیزی هولوش 1 کیلومتر فاصله داریم پیاده. هم پشت دوربین داریم. اینجا نشستیم داریم پیتزا آره. کنارم دارم بازی می‌کنم. خسته نباشید. شبتون بخیر. فعلا خدا نگهدار. لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه. خداحافظ.